و در ریلز چیزی که شما میکاوید در همین ریلز ها، ویدیوهای، نوارهای چند سکونده که به همون میخواهید نفستان آرام کنید، خوشبختی در آن نیست. خوشبختی در اطاعت الله تعالی و عباد. خوشبختی شما در غیر جاش گفته ایستادید. کسانی که مثلا 1 ساعت 2 ساعت می ریلز تماشا میکند کو اونجا خوشبختی نیست. بله شما وقتتون، شما دشمنی خودتون هستید، وقتتون از بین برده ایستادید. در 1 ساعت بدون چقدر کار کردن ممکن شما وقت خودتون صرف تا پگروهی تماشا میکند، 5 ساعت 6 ساعت میشیند، یک چی کوفته ایستاده است اونجا، لیکن وای چیز در اونجا نیست، چیزی که شما جستجو میکنید. نماز این نوری چشمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ارحنا بالصلاه یا بلال، با نماز ما را راحت کنون ای بلال. یعنی از اون گو یا نماز خانم رو راحت کنیم. بعضی علما گفتن که آدم ها در نماز دو خیر است. بعضی آدم ها در داخلی نماز راحت میکند، مانند پیغمبر صلی الله علیه و سلم، صحابه ها و گذشتگان نیکی ما و بعضی علما در داخلی نماز لذت میبردن، چون که ولی لذت از خالق است. لذت های دنیا همش چیزی که نباشد از مخلوق لذت میبرید. خوردن، نوشیدن، نکاح، اینا از مخلوق لذت میبرید. لیکن در نماز، در شنیدن سخنهای الله و رسولش و خدمت در دینش، شما از الله لذت میبرید. هیهات فرقی بین لذت بردن از الله و لذت بردن از مخلوق ها. بنابراین در جنت هم وقتی که مردم الله تعالی رو روز جمعه میبینند چونون لذت میگیرند، رنگ و رویشون دیگر میشه. حتی همسرانشون میگفتن که تو بسیار نورانی شده آمدی، برای اون که لذت از دیدن الله تعالی. لذت النظری الی وجهک، لذتی نظر کردن به جمالت رو به ما نصیب کن. دعا هست، دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که میبیند الله تعالی رو، انسان یه نمود لذت میگیرد که این حور جنت و قصر جنت و اون ناز و نعمت جنت در پیش این چیز نیست. برای چی؟ برای اون که اون لذت از خالق است، اینا لذت از مخلوق است.